درود میگویم به شما بیننده‌های عزیز شبکه سفینه. چون همیشگی این وقت و ساعت رسیدیم به دیدار هم دیگر. این برنامه با لذت ترین تلویزیونی سفینه یعنی لذیذ با جمشید است و میمون نوبتی ما هستند هنرپیشه مردمی تاجیکستان پروفسور قربانی صابر. سلام علیکم. سلام علیکم. من دیر روز انتظار بودم شما رو. من میخواستم که با شما یک برنامه خوبی داشته باشیم و یک خوراکی بسیار لذیذ آماده کنید. در آغاز شما یک امکانیت خوبی دارید که یک سلام خود را رسونید به بیننده‌های شبکه سفینه. درود بر همتان. پروردگار یعنی شما را پیروز و روسرخ و سربلند دیدن همه زمان آرزوی من است. خداوند همه وقت در پشت پناه باشه، در پشت پناه هممون و بلاها دور. سلامت باشند. من خواهش میکنم نزدیکتر شوید و بگویید که امروز کدام خوراک رو آماده میکنید شما. من کمک میکنم به شما و کدام محصولات ها میرود. الکی بیننده ها فکر میکنم که دیدن چی است و خوبتر میشود که شما خودتون بگویید کدام خوراک است، چی نام دارد و کدام محصولات ها. من احتمالاً من میگم که نام خوراک کمک دیرتر اعلان خواهیم کرد، اما اول نخست حتما روغن برای ما در کار است، گوشت، جگر، پیاز، کارتوشکا، خب دیگه قرنفل بلغاری، پمیدور و بادرینگ و سبزیجات هم که بله کبودی های تر و تازه تاجیکستان که هم در تمام فصل هست. بله آفرین. خیلی خوب. و این چنین خاکه های خوشبو کننده. دوستان عزیز امروز خوراکی آماده میکنند، بعدتر گفتن که نامش رو میگویند قربانی صابر. و دوستان بعد از یک وقفه کوتاه برمیگردیم و شروع میکنیم با آماده کردن خوراک. انیقترش قربانی صابر آماده میکنند، من فقط کمک میرسم. مرحبا باشید. زنده باشید. من گفتم که به شما کمک میکنم. شما بله پیاز مرحمت. پیاز زیرا اکنون گفتیم که خب گوشت و پیاز یکی از محصولات اولین است که واردی بکمون میشود. بله. خیلی خوب. اول احتمال روغن بعد دیگه انداختن در اول. خب خیلی خوب. من فکر میکنم که کمک برنختر نیست یا اینکه اندازیم، چون که ما الکی خب سری وقت میتونیم باقی رسونده مایده کردن رو. من در خودم جواب میدم زیرا کمک احتمال ما کمک دیر میکنم اما حرکت میکنم. آماده کردن خوراک مثلا برای قربانی صابر، زیرا بعضی‌ها میگویند که بسیار دوست می‌دارم، راحت بخش است برای بعضی نفران، آرام میکند همون روحیه‌شان رو با آماده کردن خوراک. بعضی‌ها برعکس التماس میگویند. من هم این کارو میکنم، فقط آماده کردن خوراک رو نگویید. شما چگونه هستید؟ برای من همه وقت مثلا در طول زندگیم یادم میاد که هیچ وقت یعنی وقتی خوراک پزی نداشتم. همه وقت دنبال زندگی میدویدم، دنبال بچه و کچ و خانوادم. اما کتبانوی خانه من همه زمان تقریبا هیچگاه من اجازت نمیداد که من سر سلامت باشن. چقدر اندازم شما گویید که بس است؟ من دیگر بس است. این کمتر نیست شده باشد. فهمم. فکر میکنم که زیاد نیست. خب الکی دوستان عزیز ما شروع کردیم و حرارت کمتر پستر میکنیم نسبتاً، چون که ما الکی سری وقت باید که آماده باشد گوشت و پیاز. اولتون خوب است؟ خدا رو شکر اولم خوب است. این شب روز خب با چی کار مشغولید؟ من میگم که با سیمای من حالا نگاه کن جمشید. بله. و یعنی این ریش ناخواست نیست، ریش کاری است. و من در یک فیلم در همین شب و روز نقش آفری دارم که یک قسمش البته در ناحیه عینی و نوار گرفته شد و قسمی دیگرش همین شب و روز احتمال بعد چند روز شروع میشه در بیشه پلنگانی وطن عزیز در یعنی یک ولایت ختلان. بله خیلی بله. و من خیلی با امیدم که این فیلم چرا شنیدم که همه بچه‌های بسیار یکچینی هنرپیشه‌های خوبی مملکت اونجا نقش آفری میکنن، خیلی با امیدیم که این فیلمی خوبی میشه، دوست داشتنی برای مردم. خیلی خوب. من فکر میکنم که خب توندم که کارگردان ما رو نمیبیند نمیفهمد و کمک میگوید که مثلا سخن اطراف چی میرود و تمام اصلا فیلم رو بله اصلا سخن
از آغاز تا انجام من احتمال باید گم که در عشق است. عشق واقعی انسانی میان دو جوانی که یعنی هر دوشون هم در زندگی یک کمی رهگم میزنند و عاقبت در این رهگمی ها خودشون رو پیدا میکنن، عشقشون رو پیدا میکنن. شما مثلا پیش از آغاز برنامه گفتیم که یک عموما طبیعت شما همین است که با کسی کار ندارید ولی شما نیز طلب میکنید که کسی با شما کار دارد. بله واقعا. خب یک سوال دیگر که برای چی چند نفری رو که از همون سوهای خودتون است که میپرسیم که خب عین حال این شب روز بهترین هنرپیشه، بهترین اکتور توجیک کی است؟ اونها فرق ندارد از با شما آشنا هستند نیستند، میگن که قربانی صابر. اینا شما مطمئنید؟ مطمئنانه گفتم میتونم. چند نفری که من خب با قبل پرسش گذروندم باعث و افتخار هر کس میسر نمیگردد و چگونه است؟ وای این جامعه را پوشیدن این جامعه را در تن داشتن و اصلا اول باید همین احتمال قید کنم که به همه آنهایی که دروغ نگفتن ریاکارانه نگفتن این گپه تشکر میگم اگر این صمیمی باشد. بله. و چرا من خودم هم گاه میشنوم خیلی سخت میرسه، میگوی آخ خدا من چیکار کردم، مثلا البته کار کردم اما این چی افتخار است که در با این جامعه مرا میپوشانند و این باعث افتخار است و درد هم زیادتر است آخه. یعنی مسئولیتش زیاد است. مسئولیتش از حد زیاد دشوار است. وقتی که شخص میدوند که اون رو بهترین میدونند، بهترین میخونند و باید که شما کوشش کنید که انمون زینه رو بله و این بسیار مشکل است. بسیار مشکل است. چرا من خوشبختانه جمشید جان از حساب بچه های دانشجو که نزد من خوانده خیلی زیادند و بچه های حرفه‌ای هستند، یکچین همین مملکت هستند و اونا اراده سخت میگیرند. بله. خیلی من مثلا اونایی که کمک مثلا از دورترن فاصله هست میان ما ملایمتر اراد میگیرن اما به خصوص خانوادم و شاگردام اراده نهایت سخت میگیرن. اگر فیلم سست باشه یا کاری من سست باشه حتما ارادهشان سخت است و من همه وقت هجومی بسیار سخت از طرف همونا انتظار میشم. بله و همین هم درست هم هست اونا و من میبینم که دروغ نمیگن، خیلی سخت میگن، خیلی سخت اراد میگیرن. برخوردی قربانی صابر با مثلا کارگردان هایی که جوانند، خیلی جوانند و نگاهشون دیگرگونه است. وقتی که این نفرون مثلا بسیار جوان هستند، شما مثلا فیلم در فیلم های اونها نقش می‌آفرید، خب حرمت احترام خیلی زیاد دارید و بعضا مثلا در بعضی پروسسی بناورگیری بعضی حالت‌های میشد که اکه قربان این خیلی نیاخی، این خیلی باید، این خیلی باشد. خب چگونه قبول میکند قربانی صابر انمین حالت‌ها رو؟ درست است این چیز زیرا نگاه نوست، نگاه خب دیگرگونه است. بله به این نمیشد. این چیزا بودند مخصوصا با آنهایی که شاگرد خودم هستند. یعنی یک چیز تو یک نوع خیال میکنی که همین طور است، این بچه ها یک گونه دیگه میفهمند و بعد از تو طلب میکنن که این خیر حتی گاه و گستاخانه میگن اون زمان ها گذشت. شما عقیب ماندین در سالهای 60 استی گذشته نباشین و من اکثرا قبول دارم تا جایی که امکان داره قبول دارم. اما اگر گذشت که گاه ها بود که میگذراندن و بعد البته بسیار مؤدبانه در یک جای خلوت من ویاره لجامشون کشیده میمونم که از خود نرو. یعنی شاید برای داد و فریادت برای من شاید درست است اما
از حد زیاد نیست. بله نگذران. بله. یعنی نگذران. بله. خیلی عالی. خیلی عالی. سلامت باشید. دوستان عزیز، اون افرادی که نوکک به شبکه سفینه پیوستن، بار دیگر میگویم که شما برنامه لذیذ با جمشید رو تماشا دارید و مهمانی ما هستند. نفری که من فکر میکنم که اکثریت شما میدونید، میشناسید، از هنر و مهارتش واقف نیست هستید. اینم باشد قربانی صابر است. و خب ما امروز خوراک بسیار لذیذ آماده میکنیم. با خواهش خودی مهمانی ما گفتن که نه، بعداً ما این نامش رو میگوییم و من نمیدونم راستی برای چی است این بعداً گفتن. شاید این یک نوع حمایه باشد یا اینکه نه، زیرا اگر خوراک با لذت بیاید، خوب بیاید، این نام رو میگذاریم. اگر اینش بیاید این نام رو من نمیدونم. نه در اختیار نام خوراک انیق دقیقاً میدونم، اما کمک داریم. خیلی خوب، خیلی عالی. دوستان بعد از یک وقفه کوتاه برمیگردیم و ادامه مییابد برنامه ما. برو همراه باشید. چگونه است مثلا استعمال خوراک؟ شما مثلا احساس کردید که خب اول کمک اشتیاق زیادتر بود، بعداً آهسته آهسته کمتر میشد. همین درست است یا نه؟ نه مثلا میگم که هیچگاه این تغییر نمییابه اگر آدم سالم باشه، اگر آدم اشتها داشته باشه. همه زمان، یعنی آدمی سالم نیاز داره به خوراک سالم و همه زمان با مزه خوردن یک احساسی از همه شیرینی همه انسان هاست. بله. که با مزه چیزی میخواستگیشه در بله. خیلی خوب، خیلی خوب. و اکنون خب این بله، اون نفری که الکی میدوند دوستان، اون نفر میدوند الکی بینید که انا هم تجسیدی که باید ما کوبیم. مرحمت، شما میتونید کمک کوبید. دوستان گوشت رو میده کردیم و توندمی که تو یک اندازه 5 یا 8 دقیقه بریون میشود. بعد از اون ما پیاز رو خب میاندازیم. چیکار میکنیم؟ من جگر رو میده میکنم. خب مهمونی ارجمندی ما، مهمونی همیشگی تلویزیونی سفینه. خب چیکار میکند؟ با میده کردنی بلغاری. بیشتر خب بعد از این کسب اساسیتون خب چی مثلا روحیه شما رو آرام میسازد، بولیده میسازد؟ مثلا کدام شغل؟ شاید مثلا مهربانی و بازی با نبیره ها باشد، یا اینکه من نمیدونم خب راه گشتن باشد. بله، حالا من نرسیده بودم تو گفتی اینه الکی. سلامت باشم. یکی از شغل های دوست داشته ترین من واقعا در همه زمان ها یعنی ورزشی اندک بود، یعنی ورزش بسیار سخت نی. بله، ورزشی سبک. بله، یک زمانی خیلی طولانی من والیبال بازی میکردم. یعنی خیلی خوب بود. بعد وقتی آخر که مثلا امکانیت نمیشه و گاهی مجبوریم که مثلا از امکانیت خودمون استفاده بریم. برای همینم مثلا من صبح و شام قدم زنی را بهترین چیزی میدونم که تا امروز حضور داره. بله بله. شما صاحب فرزندانی زیاد هستید، صاحب نبیره نیست هستید. چگونه باید باشد نقش پدر در عائله؟ مثلا بعضی ها هر گونه شخص هر گونه فکر دارد که باید که پدر حتما بسیار جدی باشد. بعضی ها میگن نه، باید که پدر باشد که همون فرزند درد دلش رو گفته تواند. چگونه باید باشد؟ من میخواستم از شما فهمم که مثلا این راستی نگاه کو جمشید جان، من گاه ها میبینم در کنار من رفیقام پدرای هستن که بسیار سخت میگیرن با فرزنداشون. مثلا اونا حقی قطعشان شوخی کردن ندارن یا حدی نزدیک شدن ندارن. خیلی مناسبتشون یعنی فاصله داره از هم دیگر. من راستی در عائله‌مون هم همین خیلی چیز نبود و من خوشدار این نیستم. من مثلا قطعی فرزندام خیلی رفیق هستم، از اون که استاد، رفیق، آدمایی که مثلا در کودکیشون بسیار اذیت دیدگیان از نگاه‌های و از همون سیاست‌های پدرشون. البته تاثیر میرسونه در آینده. بله،
اونا بعد فرزنداشون سبوکتر میگیرن. بله. بعد یک نسل میگذره، اونایی که سبوک گرفتن و میشمارن که پدرشون خیلی مهربان بود با آنها و آنها به جایی نرسیدن، اینا با فرزنداشون برعکس میکنن. برای همین این تکرار میشه گاهی. من خیال میکنم که همون مناسبتی که ما حالا قطع فرزندام دارم خیلی خوب است. یعنی شما راضی هستی؟ بله، من راضیم و نتیجهش رو نیز دیده اید؟ خب ها بله، در هر صورت خیلی فرزندای با انصاف و خب مثل همون اصطلاح مردم پدر دارن دیگهش حالا خدا نگه داره. سلامت باشن. خب دوستان عزیز، با صحبت گرم و صمیمی ما پیاز هم داده شدیم و قربانی صابر پیاز رو نانداخت و فکر میکنم خوب نیست کرده است، زیرا کمک وقت داریم. بله، کمک بریون میشود و چیکار میکنیم؟ خب برای چی مثلا هم گوشت هم جگر نتوانید گفته پیدا هستند، تماشا دارن. بسیار بعضی بیننده های نقطه بین و نقطه سنجی ما که برای چی اکنون گوشت و باز جگر نمیشد که هم جگر خب فقط جگر میشد و خلاص گوشت میشد. چرا یکی از نیمی نامی همین خوراک کباب است. برای همین فهمم نیمی نام 50% نام کشوده شده. بله، 50% کشوده شد. نام کشوده شد. خب چی شما رو بیشتر به خشم میارد در زندگی؟ فرق ندارد اون در مثلا کاری پروفسیونالی شما باشد، در زندگی روزمره شما باشد، فرق ندارد چی چیز مثلا شما رو ناراحت میکند، خوش ندارید همین چیز رو؟ بسیار وقت مرا به خشم میاره همون چیز که خیر یعنی به خصوص هموطنای ما، برادرای عزیز ما که مثلا در وقتش یا همین شب و روز خیر کتاب نخواندند، یعنی بیخبرند و بعضی مسئله های خیلی نازک شهر میتین و آدم خیلی غشش میآید. بعد از اونی که تقریبا 7-8 دقیقه بریون شد گوشت و میگذاریم با چیز علاوه کردنی پیاز. سلامت باشند. خب چون من همین در پروسس آماده کردن خوراک هستم، من کمک میرسونم. من میخواستم از شما فهمم که سه خوراکی دوست داشته اکه قربان. من همین سوالا بیا که یگون ذره دروغ نگم. خب همه خوراکی که با لذت است من دوست میدارم، همه خوراکی که با لذت است. اما مثلا بگیم که آش من دوست میدارم، اما یک کسی آش میپزه که من دوستش نمیدارم. اون نفری که آش میپزه هم نفر رو شما دوست دارید؟ نه این خیلی گفتنی نبودم. یعنی هست آشی که میخوری لذت نداره، یک کسی پخته است که نتونسته است پخته، اون آش من دوست نمیدارم. اما همه اونهایی که آش درست میپزن و خیلی خوشمزه میکنن، من اون آش دوست میدارم. یعنی آش؟ بله آش. نمیدونم. خب این کبابی که حالا نامش نگفتیم و بویش بسیار لذیذ است دوستان عزیز، اشتیاور. من باوری کامل دارم که خیلی خوب میبراید. خیلی کباب پرانیس نامش باز. خب دیگه خوراک هایی که دوست میداریم خیلی زیاد است. مثلا خام شوربا، وقتی که خام شوربای خانگی و وقتی خانواده من میپزن خیلی خوشمزه میپزن، برای خیلی دوستش میدارم. و دوست میدارم. من زمانی که من کودک بودم، اکای کلانی اکای محمد رجب گاه از کار می اومد و بعد در خانه جرغات یا چکه کمک مثلا یک پامیدور و یک کمک بادرینگ ریزه، خودش ریزه میکرد و کمک چند دانه نان میپرتفت و من هوس میکردم که منم کمک خودم میداده باشه و گاه میگفت و من همون میخوردم، میخواد به مزه بود و گاهی مثلا دل آدم میخواد که از این چیزها هم تناول کنی. درست است. خب یعنی که هر چی که لذت دارد لذیذ است، با مزه است. بله دوست می‌داری. ببین در مجموع گفتن مگر من حق نیستم که مثلا ما میریم یک جایی میگیم که فرض کردیم ششلیک میخوریم، اما میریم همون روز میگیم خیلی سخت است، خیلی بی‌مزه است، خیلی خوب. یعنی این وابسته است که کی تباه است.
نیست. کی دستش میرسه؟ چقدر مهارت داره. چقدر مهارت داره. بله. اما آدمی که مهارت داره آش هم احتمال خوب میپزه، ششلیک هم خوب میپزه، گوش بیران هم خوب میپزه، کباب هم خوب میپزه و خام شوربا هم خوب میپزه. و من اخلاص دارم با آدمی پزنده از آن که به خوراک میتونه که بیمزه باشه، میتونه خب این تباهی است، این آدمی است، میتونه نمک بسیار ریخته باشه یا تیزی را زیاد کرده باشه یا بی نمک باشه، بی تیزی باشه. اینا رو نمیتونید دوست بداری. بگو درست است. خب خودتون رو مثلا اگر چی میگن مانند کنید، شباهت دهید، مثلا قربانی صبیر، من نمیدونم آتش است، آب است، من نمیدونم طوفان است، با چی خودتون رو میتوانید از جهت خاراکتر مثلا عادت خب خصلت مانند کنید؟ خیلی دشوار است اینا گفتن. چرا اگر حال آمد نادرست بگم خیلی هوای دهن میشه. نه، شما امکانی فکر کردن دارید که مثلا هر یک نفر خودش رو میدوند مثلا چگونه است. بیا دیگه زیاد اندیشه نکنم. من میگم خیلی شباهت دارم با آب. یعنی بله از این نگاه که وقتی که زمانهای پیش میانی همکورسامون هم اگر یگان جنجال و یگان نافهمی میشی، من میگفتم که خب ما آب صاف کنکم، بیا همین کارا درستش کنیم. از همین نگاه من میگم که آب صاف کنک خود داخل آب میشه. میدونی چی است؟ بله. در چشمه ها یک مگس بر یک چیزی هست که وقتی که بالای آب میشینه و حرکت میکنه آب صاف میشه. و یعنی نمیدونم کلانای ما میگفتن که وقتی که این شیش یعنی آب حلال است، تازه است و پاکیزه است. یعنی با کدوم مثلا من آب صاف کنک؟ خب یعنی آب صاف کنک با آن که مثال دیگه میانی بچه ها اگر یک مناقشه افتاده باشه باید اونا صاف کرد. یعنی باید صاف کنی. هم سیمفونی قربانی صابر میبینید آب صاف کنک بود. قربان آب صاف کنک نه، بلکه هم سیمفون که چندان نه، اما هم کورسام اینا میدونن. یعنی شما از اول آروم بودید؟ من نمیگم که ماجرا رو دوست نمیداشتید، ولی اگر شروع میکردید عاقبتش بخیر. چنین بود؟ بله. گپ در سر آن که هیچ وقت مثلا من یاد ندارم که فرض کردیم یگان جنجال را اول ما آغاز کنم. خب آغاز میشه اما بعد من به اوج میرسانم، یا مینوسه یا پلوسه به اوج میرسانم. چرا دیگه امکان نداره. درست است. بله. گاها مثلا حق باید گفت، گاها باید حق کار کرد. شما گفتید که اونقدر خب پخته میتوانید لیکن وقتی زیاد ندارد. و من چون تجربه دارم، مهمونانی زیاد میوند اینجا، از طرز میده کردن همین خب سبزوات ها میبینم که شما تجربه خیلی خوب دارید. خب قربان، من همین لحظه که تو همین حرفا را زدی، من فکر میکنم که اون رفیقای من، دوستای من که تماشا میکنن در روهاشون تبسم جلوه زد. سلامت باشن. زیاد از 30 سال فعالیتی کاری دارید، باری هم روبرو شدید که این جوی من نیست؟ البته این احساس هنگام وزنینی با شخص روبرو میشود. مثلا اگه مشکلی پیش میآید، من نمیدونم او معنوی باشد، مادی باشد. در بارها ببخشید با اجازت شما این رو یا کارتوش کروان اول بله. خب ادامه میدیم. تقریبا نه کمتر از 3 بار با من این نامش میمونیم صدمه. انا همین صدمه با من رخ داده است. خیر. یعنی بخصوص در آغاز فعالیت ایجادی، یعنی تقریبا در آغاز فعالیت ایجادی من با یک خواهشی استاد فرخ قاسم،
یعنی یکی از بزرگترین نقش‌های ادبیات کلاسیکی جهان اثر مالیر ترتیف بازی کردن. ترتیف بسیار یک آدم پلید، بسیار یک آدم بد، بسیار بد و خلاصه با اون جوانی وقتی که باور کرد استاد، من حیرت زده بودم که گفتم خطا است، خطا کیشه، بعد اصلاح میکنم و بعد اصلاح نکرد، ندیدم اصرار کرد و ما نه اینکه سر اجرا رفتیم بلکه در فستیوال همون زمانه پرستو که درجه عالی همون زمان بود، هم نمایش ارج گذاشته شد و هم نقش قربانی صابر ترتیف بهترین نقش مردانه. من یک کودک بودم. بله. و بعد این من یوسف بازی کردم. بعد یوسف یک مدت گذشت، یک مثل پاوزه بود، اولین بار صدمه بود برای من. توقفی بود که دیگر بود. یعنی من گفتم که شاید اینا همه تصادفی هست. یعنی میشد که مثلا یک این خیلگوم یک ساعتی که ویران است در یک روز 2 مرتبه درست کار میکنه. یعنی 2 بار وقت کاملا درست نشان میده. یک ساعتی ویرانه، یک هنرپیشه ویرانه میتونه یک بار 2 بار موفق باشه در 2 ماه 3 ماه، در 1 سال 2 سال. و من گفتم نخواست مبادا این همش دروغ نباشن، مبادا فریفته نشم من. و من بعد گفتم که این خوشبختانه این چیزی که میگم در دفترهای خاطرم کاملا با حرفای سرخ نوشته شده و من بعد نوشتم که هر چیزی که تا این مدت بود خط میزنیم. خب برای من خط میزنیم، برای دیگران میدونن، در بایگانشان هست، اونا میدونن، میشناسن یک هنرپیشه، یک بچه چهره که بعضی کارها میکرد. و من برای خودم خط زدم و دیگر باره از نو شروع کردم. و باری دویومم ما نمیتونیم بگیم که من گفتم که میتونم بازم این ساعت ویرانه باشه که بازم کار کرد، یعنی درست وقت نشان داد. و من باری دویومم برای خودم گفتم که بیا جورا جان، هر چیزی که داری دیگه منمنی نکن، جای منمنی هم نیست دیگه. خب دیگه مردم ساده هم گفتن میگیرن، چی تو باور نکن. یعنی برای آنکه کامل کار کنی، برای آنکه به بلندی رسی، برای آنکه سطحی که در کنارمون همسایه هامون هست باشی، باید کار انجام تهی که فرض کردیم اونا بهاته. خب من سوالای کوتاه میدیم. خب شاید انتخاب است اینجا، من 2 چیز رو پیشنهاد میکنم، شما انتخاب میکنید یکیش رو. خب آماده هستید؟ آماده. سیاه یا سفید؟ سفید. شب یا روز؟ روز. پول یا سلامتی؟ سلامتی. سلامتی خود یا نزدیکان؟ همچون پدر وقتی که گپ میزنه، همچون آدم اولی خانه، این فرق داره. اگر آدم 20 ساله باشه جوابش دیگه میشه، اما آدمی که سن سالش پاش به یک جای رسیده است که خیلی بیا دارن، باید بگه که سلامتی خانواده، سلامتی بچه ها، سلامتی شاگردا، یعنی در دیگران. این پیشنهاد شما هر داشت انتخاب میکنید و چونی نیست هست. بله اینم بله بگذار مثلا ناامید نشیم و اگر و همه دل آدم میگه اگر یک کسی ناامید از نزدیکان خیلی نزدیک به تو، من خودت ناامید با تو، ناامید تو میتونی قربانی باشه اما دیگرها برهن. همین بگذار دیگرها زندگی کنن. درست. پسر یا دختر؟ هر دوش. من سوالایی میدم که شما مطمئنم که هر دوش میگی. اجازه هست که من یک بار میکوبت؟ نه بایش را. خیلی خوش. کارتوشکا یا اینکه گوشت؟ کارتوشکا. چرا؟ زود حل میشه و سلامتی کمتر ضرر داره. سلامت باشن. خیلی خوب دوستان، یک محصولات دیگر مونده است و بعد از یک تنفس کوتاه اعلام میکنیم کارتوشکا رو و با ما باشید. همش رو ما انداختیم محصولات رو و مونده است چی؟ کارتوشکا. بفرمایید، من با شما کمک میکنم. خب مرحمت. آفرین. خیر، کارتوشکا رو ما اعلام میکنیم دوستان عزیز و فقط میماند چیز
نمک، نمک، خاکه‌های خوشبو کننده، بله. یک چیز دیگر چی است؟ نمک، سبزیجاتی که باید باز من از شما اول پرسیدم شما گفتید ما حتما حالا یک بار کاویم خب. بعد آب میندازیم. بله آب، بعدا آب لیکن اونقدر زیاد نه. بله یک پیاله اگر که باشه هست. یک پیاله. خب گفتیم که شما رو چی به خشم میارد، ناراحت میکنه، لکه شما گفتید ما جواب گرفتیم. خب چی شما رو مثلا راحت میبخشد، یعنی روی شما رو بریده میگرداند؟ شاید نه اونقدر چیزی خب مثلا جدی باشد، زیاد باشد، کلام باشد. خب طبیعت آدمی همین است که یک چیزی که اون رو روح بلند میسازد، خوشحال میسازد، خرسند میسازد. چی چیز است این چیز؟ همه زمان میدونید موفقیت اول، مثلا موفقیت اندک در خانواده خیلی خوشحال میسازد. یعنی وقتی که کودکی تو اولین حرف میزنه، اولین قدمه، خوشحالت میسازه. نبیرد اولین حرف میزنه، خوشحالت میسازه. بعد میبینی از این بالاتر میریم، میبینی که همسایت خانه خوب شد، خوشحال میشی. کوچه حولی درست شد، خوشحال میشی. و بعد شهر وقتی زیبا میشه، خوشحال میشی. و بعد من میگم که وقتی که تلویزیون میمونی ناخواست بچه های ما چمپیون میشن. با خدا کودک بر این شادی میکنم. مثلا یک ورزشگران نه، فرض کردیم بچه های ما جایزهای خوب میگیرن در فیلمسازی. بله بله میدال، صاحب میدال میشن بچه ها، فستیوال ها، سیمپوزیوم ها اشتراک میکنن. وقتی که اونا موفق میشن، صداشون از اون طرف دنیا وقتی که تا به گوشت میرسه، ناخواست میبینی تو را افتخار فرا میگیره. بخصوص مثلا ما بارها بود، خب دیگه میدونیم اینترنت هست تگ دستامون، میبینی که یک بچه تاجیک، یک هموطنی ما، یک دادری ما، فرزند ما، مثلا یک پولدانه که کسی را یافت است و ماها نگاه داشته و برگردانده است، دهنی همه باز است از این عملی وای، چقدر خوشحال نمیشی؟ یعنی که در اگون حالتی ناگوار سوختار یا بله، و بچه ها کودکان را نجات داده است. بله این خبرها را آدم میفهمه، خیلی خوشحال میشه. یعنی عاقبت به یک کلمه کوتاه میتونیم بگیم از موفقیت دیگرها در کنار من خیلی خوشحال میشه. یعنی حسی حسد مثلا در بسیاری شما تا کدام درجه هست و هست یا نه؟ چون من فکر میکنم که یگون نفر نیست که مثلا عموما نداشته باشد، نیست این چیز. گرچند که شخص نمیخواهد ولی بعضا میشود بعضی چیزهایی که این چیز هست. مثلا در بعضی نفران 80% است، در بعضی نفران 2% است، لیکن این چیز هست. جمشید جان، چگونه است در این خوشبختانه این سوالی تو با من آشناست. حالا یک مثال میارم که همه چیزش جابجا میشه، در جای خودش میستن. یعنی حسد گفتیم در من، حالا میرسیم به همین. بله. وقتی که حالا آغاز صحبت ما گفتیم که فرخ قاسم خدا بیامرزدش آمد و در قربان تپه ترتیفمان ناخواست برای من ترتیف موافق دانست که من اجرا کنم. بعد روزای بعدی وقتی که تحلیل ترتیف سر شد، از این پلیدتر در دنیا نیست، از این آدم پلید در دنیا نیست و از هیچی نمیگرد، بالای همه چی قطعی میگذاره. قهرمانی همون نمایش. بله، قهرمانی نمایش که من باید اجرا کنم. و بعد یکی از روزها فرخ قاسم در چشمام نگریست و گفت که قربان تو داری این پلیدی اینه، چی میگو؟ یعنی چه مناسبت داری؟ من خون در سرم زد، بچه یاش خیلی ناراحت شدم از اون که، یعنی ناراحت شدم استاد شما میتونی همین خیلی مسئله گذاری کنین؟ یعنی کدام خصلتی این ترتیف لعنتی به من مانند است؟ نه همه جا را خط زدیم و بعد حالا به حالم خیلی میخندم. چرا؟ حالا تو در حرفات گفتی که آدمی ما شیر خام خورده ایم، گاها ما دست راست ما به دست چپ ما حسد میبره. یعنی داریم، ما نمیتونیم نداشته باشیم. بله. اما خیلی با تو موافقم که
در کسی این حسد مثلا درجهش 80 است، در کسی 90 است، در کسی 10، اما از 10 کمتر نیست. کاملترین آدمی دنیا هم 10%، یعنی این در 2، 3 یا 5 داره. یک حسد به چیزی، به خانه همسایه، حسد به آن که مثلا عالم خیلی زبردست است و فلان کتاب نخوانده است و فلانی خوانده است. یک چیزی مانند به این حسد هست، وجود داره. بزرگترین آدم همون نفری است که مثلا امین رو چیکار میکنه؟ بله. در خود بله پخش میکند، بله میکشد تا یک اندازه کم میکند. بله اون شعر در بله پراتسی زندگی. بله شعر گرگ به یادم رسید که یعنی میگه که شعر نمیخونم، یعنی زیرا من سوالی مخصوص داشتم درباره شعر و قرائت و طرز فهمانیدن و پیشنیاد و درست فهمیدن شعر از جانب قربانی صابر. در این من حتما آماده نیستم، خواهش میکنم این رو. خب اون وقتی که میمونیم ما گفتن که باید که همین قدر دقیقه یا وقت جوشد بیریون شوند، یک جا الکی شد و وقتی اون رسید است که چیکار میکنیم؟ خوکاوی خوشبو کردن نمک. اول نمک رو بله مرحمت چقدر گید من ایلوه میکنم، شما کو کمککی دیگر زیر ما کمکک آب میاندازیم. درست آفرین. خب بگذار. خب مرچ داریم؟ مرچ هست در اینجا، مرچ نسبتا کمتر. بله که یه خیلی میتونن اونقدر سن نیست. موافق طعم و ذوق بیننده عزیز. خب بعداً زیره حتما. خب زیره، خب بعضیا بسیار میده میکنن، بعضیا اونقدر. بعداً این از انمون 7 نوعی گیاه خوشبوی کننده است. شاید کمکک. بله دست در نکنه. سلامت باشن. من گفتم برای شما همه وقت ما کمک میکنیم، زیرا خوراک معلف خوراک شما هستید و موافق انمون گفته‌های شما ما عمل خواهیم کرد. آب شما فقط بگید که چقدر. یک پیاله اگر امکان داشته باشه بیایید. ما تقریبا نیم پیاله شد. یک پیاله میشود. آفرین. سلامت باشید. انکو دم میپرتاییم. خب دوستان عزیز، همه اون محصولاتی که بود خب پر را ما انداختیم، یک بار میکوبیم البته زیرا کمکک آمیخته شود ملایم و بعدا گفتن که حرارتی انمین خب گرمی رو پستر میکنیم و بعدا تخمینا 20 دقیقه چکار میکنن؟ دم میپرتاییم. خب با اجازت شما دوستان، خیلی عالی. پیش از اونی که با وقفه برایم، من همگی 2 سوال دیگر دارم و بعدا میگذاریم با وقفه. میشود؟ آفرین. خوب، در برابر اونی که شما یک مهارت عالی دارید، این جای گفتن نیست دیگر. مهارت عالی، هنر پیشگی، نقش آفریدن. باز یک چیز دیگر است که بسیاری ها میخوان، چون ما صحبت میکنیم مثلا اطراف شعر، قرائت شعر، چگونه باید قرائت کرد، چگونه خواند و همه یک جا میگویند که قربانی صابر از اون آموختن در کار و نشون میدن در این شعر ببینید چگونه گفته است و چگونه خوانده است. یعنی اگر بگیم که طرز قرائتی که میکنند و کلاسیکی که نیست از شما، لیکن طرز بیان و پیشنهادی که شما میکنید در آدم زود قبول می شود و زود هضم میکند و حلاوت نیز میبرد. اولش که کوتاه چگونه با شما میسر شد، دویومش که یکی از همون شعرهایی که به دل شما نزدیک است خب قرائت میکردید با بیننده های عزیزی شبکه سفینه، دوستداران برنامه لذیذ با جمشید و اساسش این که مخلصان و شوقمندان قربانی صابر. تشکر. خب شعر همه وقت یک چیزی هست که با آسمان و با تخیل و با افکار و با یعنی روح انسان تاثیرگذار است و نیاز داره
و خواندن شعر من خیال میکنم که همه زمان در این ملتی ما بوده است. چرا نمیشه که ما در اوج قرار داشته باشیم و از کجای گرفته باشیم؟ معلوم است خب ادبیات کلاسیکی ما گواهی حال این است. پدر و باباهامون این کارو میکردن و ما هم میکنیم و هستن آدمایی که در این کار خیلی موفقند، اما هستن آدمایی که مثلا هوسکارن. اگر من نمیدونم گاه من شعر میخونم، اگر که در کسی تاثیر داره خدا رو شکر، اینم یک نعمت است. چرا صدا را یگانه چیزی که من واقعا هم شرم نمیدارم که بگم دارم، مثلا مهارت نمیدونم دارم ندارم، این نه حالا اثبات نشده است، اما این صدا هست. بله. و این صدا خدا داده. سلامت باشون. برای همین من گاهی استفادهش میکنم از این صدا که خدا داده. باشد که بسیارتر استفاده. بله. پس من میگم همون شعر گرگ کاش خاطرم به من وفا کنه. گفت دانایی که گرگ خیره سر، مست و پنهان در نهاد هر بشر. لاجرم جاری است پیکار سترگ، روز و شب ما بین این انسان و گرگ. هر کی با گرگش مدارا میکند، خلق و خوی گرگ پیدا میکند. هر کی گرگش را در اندازد به خاک، رفته رفته می شود انسان پاک. در جوانی جان گرگت را بگیر، وای اگر این گرگ گردد با تو پیر. روز پیری گرچه باشی همچو شیر، ناتوانی در مصافی گرگ پیر. مردمان گر یکدیگر را می درند، گرگ هاشان رهنما و رهبرند. آن ستمگاران که با هم محرمند، گرگ هاشان آشنایانی همند. گرگ ها همراه و انسان ها غریب، با کی باید گفت این حالی عجیب. سلامت من نمیدونم شما بیننده‌های عزیز، خب چنان قرائت میکنید شما که الکی شخص در انمون معنی سر خود انمون سیوژت رو الکی میبافد و دیده استوده است این چیز رو. جمشید جون واقعا من میگم که تو میدونی که من راست شگم یعنی سخت آماده این برنامه بودم، اما هیچگاه در ذهنم نمیرسید که شعر قرائت میشه. وگرنه چیزی که غیر چشم داشت میبارد باز تاثیرش بلندتر است. خب سلام. آخرین سوالی من بعداً میگذاریم با وقفه. خب این چی نام داره؟ نه این نیست، این رو بعد از چشیدن میگویم. خب حالتی وزنین ترینه که هنگام اجرای صحنه در تئاتر یا در کینو با شما رخ داده بود و من تو یک اندازه میدونم و خوبترش خودتون بگید که کدام حالت بود که چنان مثلا نفری که با شما نقش می‌آفرد با شما همین خیلی در احساسات داده شد و عمل کرد که قریب بود که به سلامتی شما زیان رو برد؟ چگونه بود؟ خب ما نمیدونم تو چیز در نظر داری، چیزی را شاید میدونی میگو، اما حالا در ذهن من دیگه چیز آمد. خب یعنی چی چیزی هست که در وقت بازیگری یعنی میرسی به جایی که بن‌بست است، دیگر راه نیست، دیگر اون طرف جان نداره. و در زندگیم من یک بار دو بار این در کینا بسیار میشه. در کینا بسیار میشه این کار، اگر که آدم کمک به تجربه باشه. مثلا خیلی بچه‌ها دعوا دارن و منم دعوا دارم که مثلا من فلان همین نقش اجرا کرده میتونم. مثلا بعد در تنهایی وقتی که تمرین میکنی معنی کارو میگی خیلی خوب است، من اینا عالی اجرا میکنم. همین گونه کار با من در ازبکستان در وقت نواربرداری یک فیلم خیلی 20 و چند سال پیش
یعنی من بچه جوان بودم و وقتی که من دعوت کردن و در میدان نواربرداری همه آدمای بیگانه بودن، من هیچ کس نمیشناخت و من کسی را تقریبا نمیشناختم. و وقتی زمان نواربرداری یعنی در فیلم برادری ما بوز کشیده می شود همچون خیانتکار دولت و من همچون وطندار با برادرم موافق نباید باشم، اما برادرم میشه گوشت از ناخونش جدا کرد. بله. یعنی تا زمانی که وای بوز کشیده میشه حتی در لباش تبسم است، میخنده و زمانی که این هم مراسم پوشیده میشه تنها میمونه، انا همون جایی بود که باید یعنی این آدم مثل ولکان باید از خودش چیزی رو بیرون بیاره. و بدبختانه ما که تجربه نداشتم، یک صحنه پیش از اینه بازی میکردیم، دویدن بود، فرآمدن بود، ما خیلی صرف کشیدم در اونجا، احساسام رفت و من مثل یک پوفک خالی بریم بودم و این صحنه مشکل گفتن میگیریم و ما خیلی یعنی من اصلا چیزی نداشتم در وجودم، پر نبودم، خالی، یک چیز خالی و از من طلب میشد که ولکان باشم و من هیچ اینقدر من بدبخت بودم وقتی که همه میدونن در فیلم برداری که میگن مطار. بله. و میگن که رفتیم، یعنی نواربرداری شروع هر بار که مطار میگفتن من میگفتم وای بر من، اما یک اشاره هم کردیم که کجا پشیمان شدی که تو همین کار باید نمیکردی، انا اونجا بود. بله. که من گفتم آخر من هیچی ندارم، من هیچی ندارم در وجودم، هیچی نیست که از اونجا بیرون بیارم، یعنی هر چند کاولت میزنم چیزی نیست، خالی بودم، یعنی خالی شده بودم. و این دهشتناکترین لحظه هست که یک بازیگر، یک هنرمند در حیاتش میتوند روبرو شد وقتی که الهام نیست. سلامت باشند. خب اگر برگردیم در تئاتر، باری شنیده بودم که مثلا هنگام نقش آفرینی در کدام نمایشه، خب یک هنرپیشه در آنجا باید شما رو همچون فرزندش باید با آغوش گیرد و یا اینکه شما رو باید جزا دید، چنان همین حالت در صحنه آدم بسیار تماشابین، چنان همین حالت سخت و بسیار خب جدی شد که بله قریب که مثلا بله با سلامتی شما ضرر رسید. بله. این نمایش رستم و اسفندیار بود در تئاتر اهارون. ما جوان بودیم و من بهمن بازی میکردم، پسری اسفندیار. و وقتی که این زمانی همین قصه زمانی هست که اسفندیار همچون پارلمانتیار، همچون آدمی خبر میبرد، برای جنگ خبر میارد، آدمایی هستن که بیرق سفید قطعی میرن که بهمن میرد پیش رستم برای آن که مسئله جنگ رستم و اسفندیار را حل کند و بار اول میبیند رستم و در شاهنامه هست زمانی میبیند که یک سنگ کلان جر میشد، یعنی از غیلان میشد و رستم با یک پاش مثلا تقریبا 1 تن بگیم سنگ یک داشتن قطعی میداره و این بچه بهمن پسر اسفندیار هوش از سرش میپره، میگه ما با کی میخوایم جنگ کنیم، این پهلوان بین. و برای اسفندیار بدبختانه بهمن همچون ما در زمان کودکیمون در میان ورقا آبچینک داشتیم، میدونی؟ میدونم. بله، یعنی می نوشتیم، بله یک چیزی تونوکی آبچینک، هر چیزی که می نویسی وقتی که زیر میکنی و میجوه میگیره. یعنی بهمن اصلا مثل همون آبچینک هر چی که رستم داره پیش اسفندیار میاره، میگه میدونی چی، میدونی وای چگونه است، میدونی چی پهلوان است. چنان صمیمی مثل آبچینک میگه که اسفندیار میگیره بچه‌شا بالای سر میکنه و میپرتاید. و ما عادت کرده بودیم همه زمان همین وقتی که منم میپرتافت در یک جای ملایمی میزدم. بسیار وقت در تئاترای هستن که مثلا پال از تخته است. بله. اما ما در نمیدونم شاید اصفهان بودیم یا شیراز بود، در کجای ما اینو بازی میکردیم که یعنی سمنت بود، یعنی زمین سخت بود و وقتی که من پرتافت اسفندیار
و من رفته با سر زدم. یعنی اول کیتوم البته رسید اما سرم البته من نمیرفتم و هر بار که من نمیپرتم من ملایم میرفتم یک کمک. همین که نرفتم مثل قپید من از زمین سرم آمد و در بالای زمین زد. من تا شاید تا 1 دقیقه اگر گویم کم باشه یا زیاد باشه، چرا بعد این من خستم، نمیدونستم این کجاست. من نمیدونستم که کدام سمت بیننده است کدام سمت بازیگرا. اما یک کاری کردم، از عرابه اسفندیار و سوار میشد عرابش هجوم میکنه، از عرابش قپید همون عرابه من میبرد. بعد کجای بیادم آمد که پام رفت زل، یعنی وقتی که میرفت چرا من هوش در سرم نبود، رفتم زل و اینم جوان که بودیم قپیدگی با من کشیدم برآوردن داخل صحنه. یعنی من تا چند مینوت نبودم، اصلا وجود نداشتم. تماشابین نمیفهمید اینا. نمیفهمید، فکر میکرد شاید میفهمید که خیلی لط خورد. لا میگفتن لط خورد، این بازیگرش لط خورد و دلشان میسوخت شاید، اما من اصلا نبودم. یعنی از روی اینت، از روی اینستینکت، نمیدونم، از روی چیزای انسانی، چیزای اداره میکردگی همونا باور کردم و من کشید برد. و بعد صحنه بعدی که آرام شدیم و آیسته به خود آمدم، گفتم با من چی شد؟ بعد فهمیدم که لط خوردم اونجا سخت. یعنی مغزم یه بار جومی. یعنی حالت‌های میشه که نه تنها در کینو، بله در تئاتر نیست، چنین حالت‌ها هست. در کینو آدم میتونن پرونن، آدم میتونن آب بره، آدم میتونه تگی سوختار مونه. یعنی خیلی خطرناک است. بله. سلامت باشن. تشکر برای یک صحبت خیلی خوب، یک نقل خیلی جالب. تشکر. دوستان عزیز، بعد از یک وقفه برمیگردیم و همون دقیقه‌ای که گفتیم پر را پس سر میگردد و ما چیکار میکنیم؟ میبرداریم این خوراک بسیار خوشنما رو و لذتش رو بهتر میگوییم بعد از چشیدن با همون لالی و میچشیم. برو همراه باشید، بعد از یک وقفه برمیگردیم. بالاخره رسید فرصتی که دیر باز من، مهمانی ما قربانی صابر و شما انتظار بودید. اینم باشد، پر را پخته رسید خوراکی ما. چیکار میکنیم؟ بازش میکنیم پیش از آنی که نامش رو میگیم. چی فکر داری؟ اول دهانی دیگه باز کنیم و بعد نامش رو بگیم یا که همین خیر اول بگیم؟ هر چی که شما میخواین، مهمونی ما هستید. خب یعنی نباشد دهانی دیگی کباب مخصوص یاوانی را باز میکنیم. سلامت باشند انا دوستان عزیز. کبابی مخصوصی یاوانی بهترین دوستان. نامش رو علکه شما فهمیدید چگونه است؟ خیلی خوشمزه است. اصلا نمیدونم که خوردن چی باشه. خوشبوی است و مزه نیز خوب است. دوستان وقت رو زیاد نمیگیریم، من میدونم که شما به صبرانه انتظارید و میکشیم میگیریم با لالی اینجا میگذاریم. مرحمت، راحت باشید. دوستان عزیز، الکه بلالی گرفتیم و بعد از یک تنفس خیلی کوتاه برمیگردیم و میچشیم با همراهی میمونی بسیار عالی قدرمان قربانی صابر. برو همراه باشید. آماده است خوراک، نام دارد کبابی مخصوصی یاوانی و میچشیم. مرحمت، با اشتباه باشید. اول شما با اجازت شما، بعد شما. بسم الله الرحمن الرحیم. اول میچشیم، از کارتوشکاش آغاز کردن. بسم الله الرحمن الرحیم. آخه مایرا میگن کباب مخصوصی یاوانی. مزهش خوش میکنم از جیگرش بینید. یک بار چشید دوستان، به یگون تعریف و توصیف علکه
یگان رستوران در کار نیم. نه یگان طرفخانه لازم نیست. نه بعد از این اکنون زیاد میشوند انا فرمایشی دوستایتون از همون خوراکی که کباب مخصوصی. بله چگونه است؟ عالی، به خدا خیلی خوشمزه است. به خدا اینقدر به مزه است، نمک و همه چیزش. با اجازت شما بیننده عزیز، با اجازت شما مؤلف خوراک مهمونی ما واقعا هم دوستان عزیز، من به یگان تعریف و توصیف میگویم بسیار طبع دل است در همین فصل آمدی سرما. این بسیار چی است؟ بله، همون چیزی هست که باید باشه در کاری. در کاری ترین چیزی که میتونه باشه. قدر همشون بزرگ کلان عالی عالی دوستان. و من فهمیدم که کمک هم گوشت و هم جگر رو کلان ریزه کردم، ولی به هر حال بله من از شما در هر صورت با مزش ده. اکوی قربان، لبه جهانی سپاس برای تشریفتون، جهانی سپاس برای اشتراکتون در برنامه لذیذ با جمشید، جهانی سپاس برای آماده کردن این خوراکی به یگان محبت لذیذ. من باوری کامل دارم که بیننده ها الکی زود میگن تمام آماده میکنیم این خوراک رو و با جمعی دوستان، نزدیکان، فرزندان چیکار میکنیم؟ استعمال میکنیم. بله بسیار خوراکی با لذت. بار دیگر شما اثبات کردید که شخصی لیاقتمند در همه سمت و سوه لیاقتمند است. لیاقتمند همه زمان لیاقتمند. سلامت باشید. در آخر چی گفتنی هستید برای بیننده‌های شبکه سفینه؟ مرحمت. خب دوستان عزیز، در حضور جمشید در برنامه لذیذ میخوام یعنی در طول صحبت اگر ما را گوش کرده باشین گفتیم که مهم نیست که فلان غذا را فلان اوقات پزیم، مهم که دوست داشته باشیم. بله. مهم که دوست داشته پزیم و من با آرزوی آن که در خانواده هاتون یک نمیدونم یک چیزی خیلی سبک و ارزان و سری دستی را آماده میکنین، با هم در کنار هم میشینین و تناول میکنین و همدیگر را با بیشتر دوست میدارین، با آرزوی آن که شما همتون و ما هممون همدیگر را دوست بداریم، در کنار هم باشیم، دست به دست هم بگیریم، وطن آباد کنیم. با همین آرزو درود بر شما، خانه هاتون پوری گندم. سلامت باشید، سلامت باشید و در نوبت خود ما به شما پیش از همه سلامتی برنوام، موفقیت های پای در پای در انمون کار و فعالیتتون. تشکر. و ما باوری کامل داریم که باز در فیلم های جدید با نقش های بسیار هم خوب زور ما قربانی صابر رو باز میبینیم و از مهارت و ملکه این نفر راحت میکنیم، حلاوت میبریم. تشکر. بار دیگر خوش آمدید. تشکر، سلامت باشید. بینندگان گرامی، اینجا باشد برنامه نوبتی لذیذ با جمشید با آخر میرسد. همیشه خوراک‌های لذیذ رو آماده سازید، استعمال کنید و موافق معیارش. تا دیدار نوبتی سلامت و پیروز باشید. همش خوب میشود دوستان. خیر.